زندگی من بعد از رفتن نصرت انگار رنگ خاکستری به خودش گرفته بود. اسمم سیماست. خانه‌دار بودم و تمام دنیام خلاصه میشد توی 4 دیواری یه خونه اجاره‌ای سمت جیهون. نصرت که رفت من موندم و یه مستمری ناچیز و کلی خاطره که مثل موریانه رو همو میخورد. نصرت مرد بدی نبود ولی خب خیلی هم اهل حرف زدن و قربون صدقه رفتن نبود. از اون مرده قدیمی که محبتشونو توی کیسه میوه‌ای که شب می آوردن خونه قایم می‌کردن. اون روز پنجشنبه بود. از اون پنجشنبه‌های دلگیر آبان ماه که آسمونش نمیباره و نه صاف میشه. طبق عادت هر هفته شال و کلا کردم که برم دارالسلام سر خاک نصرت. یه شیشه گلاب کوچیک و یه بسته خرمای مضافتی گذاشتم توی کیفم. ایستادم سر خیابون تا اسنپ بگیرم. دستام از سرما یکم میلرزید. گوشیو چک کردم. یه پژو 405 نقره‌ای قبول کرد. وقتی ماشین رسید سوار شدم. بوی خوشبو کننده توت فرنگی کل اتاق ماشینو برداشته بود. راننده یه پسر مرتب و تمیزی بود. از اونا که معلومه به ماشینش میرسه. یه آهنگ لایت قدیمی هم گذاشته بود که بد جوری نشست به دلم. تمام مسیر رو ساکت بودم و از شیشه آدمایی رو نگاه می کردم که با عجله می دویدن تا به کاراشون برسن. توی دلم می گفتم ببین سیما، همه یه مقصدی دارن. ولی تو مقصدت شده یه تیکه سنگ قبر. رسیدیم قبرستون. پیاده شدم و رفتم سراغ نصرت. نشستم لبه مزارش. با همون گلابی که آورده بودم سنگو شستم. عکسش روی سنگ قبر زل زده بود به من. انگار داشت میگفت بازم اومدی که قصه بخوری؟ یه ساعتی نشستم و باهاش درد و دل کردم. از گرونی گوش گفتم تا تنهایی شبام که فقط با صدای یخچال پر میشه. وقتی بلند شدم که برگردم حس کردم پاهام دیگه جون نداره. انگار همه قصه های عالم و ریخته بودن توی پاهام. دوباره گوشیو در آوردم که اسنپ بگیرم. همون ماشین قبلی، همون شهروز. انگار همون نزدیکیا بود که با سفر منو قبول کرد. وقتی نشست توی ماشین از توی آینه نگام کرد. چشماش یه جوری بود. یه برقی داشت که تا اون موقع ندیده بودم. با یه لحن خیلی آروم و متین گفت خانوم ببخشید فضولی میکنم. ولی از وقتی سوار شدید تا الان که برگشتید انگار یه کوه قصه روی شونه هاتونه. آدم حیف تو این سن و سال انقدر گرفته باشه. من که توقع این حرفو نداشتم هول شدم. گفتم ممنون، بالاخره زندگی دیگه. رفتن عزیز سخته. خندید. از اون خنده هایی که دندونه سفیدشو نشون میداد. گفت سخته ولی موندن و قصه خوردن سختره. من شهروزم. جسارت نباشه ولی اگه دوست داشتید میتونیم بیشتر آشنا بشیم. شاید بتونم یکم از این حال و هوا درتون بیارم. اون لحظه قلبم یه جوری زد که انگار 20 سالمه. منی که بعد از نصرت فکر میکردم دیگه تموم شدم، حالا یه نفر داشت بهم توجه میکرد. شهروز وقتی داشت منو میرسوند خودش گفت از این که لیسانس عمران داره ولی چون کار نیست مجبوره با ماشین کار کنه. از این که با مادر و خواهرش زندگی میکنه و دنبال یه راه میگرده که درکش کنه. دم خونه که رسیدیم شمارش رو روی تیکه کاغذ کوچیک نوشت و داد دستم. گفت منتظر پیامتون هستم. حتی اگه فقط میخواید درد و دل کنید. کاغذ رو مچاله کردم توی مشتم و سری رفتم توی خونه. تا شب کارم شده بود زل زدم به اون کاغذ. وسوسه شده بودم. تنهایی بد دردیه. آدمو به جاهایی میکشونه که فکرشم نمیکنه. آخر شب وقتی چای تنهایی رو میخوردم دلو زدم به دریا و یه پیام ساده دادم. سلام. ممنون بابت مسیر. چند ثانیه نگذشته بود که گوشیم لرزید. سلام سیما خانوم. خوشحالم که پیام دادید. داشتم فکر میکردم نکنه کاغذ رو دور انداخته باشید. و اینجوری بود که قصه من و شهروز از همون شب و از همون پیام ساده شروع شد. بی خبر از این که این شروع قرار منو به جاهایی ببره که هیچ وقت توی خوابم هم نمیدیدم. باورت نمیشه اون شب چطوری گذشت. من که عادت کرده بودم ساعت 10 شب گوشیو بزنم به شارژ و بخوابم، اون شب تا ساعت 2 بیدار بودم. شهروز جوری حرف میزد که انگار سالهاست منو میشناسه. پیام میداد سیما بانو، شما نمیدونی وقتی اونطوری غمگین لب جدول نشسته بودی دل من چطوری لرزید. همونجا به خودم گفتم این زن نباید تنها باشه.
منم که مثل دختر بچه‌های 14 ساله شده بودم. هر پیامش رو 10 بار میخوندم و لبخند میزدم. صبح که بیدار شدم، اولین کاری که کردم چک کردن گوشی بود. یه پیام صوتی فرستاده بود. صداش اول صبح یه خش خاصی داشت که خیلی جذابش میکرد. سلام به روی ماهت. صبحت بخیر. امیدوارم امروز دیگه اون کوه قصه رو گذاشته باشی کنار. من که از خواب بیدار شدم، اولین چیزی که یادم اومد لبخند کمرنگ دیشب بود دم در خونه. وای مهران، انگار قند تو دلم آب شد. رفتم جلوی آینه، به صورتم نگاه کردم. زیر چشمام یکم گود افتاده بود. ولی انگار یه برقی توی نگام بود که مدت‌ها بود گم شده بود. اون روز خونه تکونی رویی کردم. رومیزیای قدیمی رو جمع کردم. یه دستمال کشیدم به سر و روی خونه. نصرت خدا بیامرز همیشه دوست داشت خونه بوی تمیزی بده. ولی من مدتی بود دست و دلم به کار نمیرفت. حالا به عشق این که شاید شهروز زنگ بزنه تون تون کار میکردم. وسط کار زنگ زد. قلبم اومد توی دهنم. الو، سلام سیما خانم. مزاحم که نیستم. سلام آقا شهروز. نه خواهش میکنم. داشتم به کارای خونه میرسیدم. میگم اگه وقت دادید امروز بعد از ظهر بیام دنبالتون. یه دور کوتاه بزنیم، یه چایی بخوریم. قول میدم زود برگردونمتون که به کاراتون برسید. یه لحظه مکث کردم. یه صدایی توی ذهنم میگفت سیما زشته. تو شوهر تازه فوت کرده. مردم محل چی میگن؟ ولی یه صدایی بلندتر میگفت مردم که شبانه میان تنهایی تو رو پر کنن. برات مهم نباشه. قبول کردم. ساعت 4 قرار گذاشتیم سر خیابون جیهون، کنار اون کتاب فروشی قدیمی. نیم ساعت جلوی کمد لباس ایستاده بودم. نمیدونستم چی بپوشم. یه مانتو سرمه‌ای ساده داشتم که نصرت برام خریده بود. همونو پوشیدم با یه روسری آبی روشن که صورتم رو بازتر میکرد. یه کمم کرم زدم که خستگی صورتم معلوم نشه. وقتی رسیدم سر قرار، شهروز با همون 405 نقره‌ای منتظرم بود. ماشینش برق میزد. معلوم بود برده بود کارواش. سوار که شدم یه شاخه گل رز صورتی گذاشته بود روی صندلی. گفتیم برای شما که بدونید چقدر حضورتون قشنگه. من تا اون روز از نصرت حتی یه شاخه گلم نگرفته بودم. نه که بد باشه. بلد نبود ولی شهروز فرق داشت. راه افتادیم سمت جاده سلامت. پیاده شدیم و قدم زدیم. هوا ملس بود. نه سرد بود نه گرم. بوی برگای خیس پاییزی می اومد. شهروز از آرزوهاش میگفت. از اینکه دوست داره یه دفتر مهندسی کوچیک بزنه. از اینکه چقدر به مادرش وابسته است. میگفت مادرم خیلی سختی کشیده سیما خانم. من و خواهرم شیرین رو با چنگ و دندون بزرگ کرده. شیرین یکم حساسه. خیلی روی من غیرت داره. ولی قلباً دختر خوبیه. منم از تنهاییام گفتم. از شبایی که با صدای تیک تاک ساعت دیواری صبح میشه. اون روز چقدر خندیدم. شهروز جوری با هم شوخی میکرد که حس میکردم تمام اون قصه های دار و سلام شسته شده و رفته. بهم گفت سیما تو خیلی قشنگی. حتی وقتی ناراحتی. حیف نیست خودتو تو اون خونه حبس کنی. بیا با هم دنیا رو بگردیم. من یه ماشین دارم و یه دنیا آرزو. تو فقط پایه باش. کم کم دیدارای ما شد روزمره. هر روز عصر میومد دنبالم. گاهی میرفتیم دربن لواشک میخوردیم و میخندیدیم. گاهی هم فقط توی ماشین میشستیم و به آهنگای بیژن مرتضوی گوش میدادیم. من دیگه به نصرت فکر نمیکردم. یعنی میکردم. ولی دیگه اون قصه سنگین نبود. شهروز شده بود مسکن دردای من. یه شب وقتی داشت منو میرسوند دستمو گرفت. انگار برق 220 ولت بهم وصل کردن. دستش گرم بود. زل زد توی چشمامو گفت سیما من نمیتونم بدون تو سر کنم. هر جا میرم، هر مسافری که سوار میکنم، صورت تو جلوی چشمامه. بیا یه برنامه بچینیم. هفته دیگه بریم شمال. یه ویلای کوچیک سراغ دارم سمت ایزدشهر. هم حال هوا عوض میشه، هم بیشتر کنار همیم. اولش ترسیدم. مسافرت با یه مرد که تازه چند هفته است میشناسمش. ولی شهروز جوری با هم حرف میزد که انگار امن‌ترین آدم روی زمینه. میگفت من مثل داداشت، مثل تکیه‌گاهت. فقط میخوام بخندی. اون شب وقتی برگشتم خونه به جای اینکه دلم بگیره نشستم و چمدون قدیمیمو از بالای کمد آوردم پایین. انگار داشتم برای یه تولد دوباره آماده میشدم. اما ته دلم یه شور عجیبی بود. یه حسی که میگفت مراقب باش سیما.
این شادی زیاد ممکنه یه بهایی داشته باشه، ولی من گوشم بدهکار نبود. من فقط میخواستم اون حس خوب دیده شدن ادامه پیدا کنه. سفر شمال ما شروع شد و بعدش کویر و جنوب. ماها گذشت و من غرق این خوشبختی کاذب بودم تا اینکه اون روز شوم رسید. همون روزی که رفتیم رستوران و همه چی مثل یه حباب ترکید. اما قبل از اون رستوران یه اتفاق دیگه افتاد که کاش همون موقع میفهمیدم یه هوش داره. باورت نمیشه منی که کل مسافرتم با نصرت خلاصه میشد به یه بار مشهد رفتم با قطار اتوبوسی و موندن توی مسافرخونه قدیمی. حالا داشتم با شهروز دنیا رو میگشتم. اولین سفرمون به ایزد شهر رو هیچ وقت یادم نمیره. صبح زود وقتی هنوز هوا تاریک بود و سوز سرما میومد، شهروز اومد سر کوچه. ماشینش بوی عود صندل میداد. برام یه لیوان گنده قهوه خریده بود با یه نونخامه‌ای تازه. گفت سیما جان بخور که جاده چالوس با شکم خالی صفا نداره. توی مسیر آهنگ گل گلدون رو گذاشته بود و خودش هم با صدای قشنگی زمزمه میکرد. وقتی پیچای جاده رو رد میکردیم و مه میشست روی شیشه، من دست شهروزو که روی دنده بود نگاه میکردم و میگفتم خدایا، یعنی اینا واقعیته؟ رسیدیم ایزد شهر. یه ویلای نقلی رو به دریا گرفته بود. شبا میشستیم لب ساحل، آتیش درست میکردیم و سیب زمینی مینداختیم زیر زغال. شهروز از آینده میگفت سیما، من یه زمین کوچیک توی کلاردشت دارم. میخوام بسازمش. یه ایوون رو به کوه داشته باشه که تو عصر توش چایی دم کنی و من خستگی بازار رو اونجا در کنم. بعد از شمال نوبت به کویر رسید. کویر مرنجاب رو دیدی؟ شبا انگار آسمون چسبیده به زمین. ستاره ها اونقدر نزدیک بودن که حس می‌کردم اگه دستمو دراز کنم میتونم یکیشون رو بچینم. شهروز برام یه پتو آورد، پیچید دور شونه‌هام و گفت سیما، تو از همه این ستاره ها پرنورتری. منی که سالها بود کسی بهم نگفته بود بالای چشمت ابروه، با این حرفا انگار روی ابرا پرواز می‌کردم. اونجا بود که دیگه ترسم ریخت. دیگه برام مهم نبود همسایه‌ها چی میگن یا فامیلای نصرت اگه منو ببینن چه فکری میکنن. من فقط میخواستم زن محبوب شهروز باشم. توی این سفرها من کم کم تغییر کردم. مانتوهای مشکی و سرمه‌ای گشادم و جمع کردم. با شهروز میرفتم پاساژ. خودش برام لباس انتخاب میکرد. میگفت سیما تو باید رنگای شاد بپوشی. صورتی چرک، سبز فسفوری، لیمویی، اینا به صورتت میاد. یه بار توی بازار قشم برام یه شال هندی خریده بود که پر از پولکای براق بود. وقتی سرم میکردم حس میکردم یه آدم دیگه ایم. دیگه اون سیمای افسرده دارالسلام نبودم. شده بودم یه زنی که به خودش میرسه، لاک میزنه و صبح با ذوق بیدار میشه. اما لای این همه خوشی گاهی یه چیزایی میدیدم که دلمو شور مینداخت، ولی زود از روش رد میشدم. مثلا وقتی موبایل شهروز زنگ میخورد و اسم شیرین خواهرش روی صفحه میافتاد، شهروز یهو مضطرب میشد یا میرفت یه گوشه یواشکی حرف میزد یا اصلا جواب نمیداد. وقتی میپرسیدم چرا جواب نمیدی میگفت ولش کن سیما، شیرین خیلی پیل است، همش میخواد آمار منو داشته باشه. نمیخوام این لحظه‌های قشنگمونو با حرف زدن با اون خراب کنم. منم ساده باور میکردم. فکر میکردم خب لابد خواهرش یکم حسوده یا نگرانه. سفر جنوبمونم که دیگه نگو. توی جزیره هرمز روی خاکای قرمز را میرفتیم و شهروز برام از افسانه‌های دریا میگفت سیما تو مثل مرواریدی که من از ته اقیانوس پیدات کردم. قول بده هیچ وقت منو ول نکنی. اونقدر به محبت میکرد که گاهی شک میکردم. میگفتم مگه میشه یه آدم انقدر خوب باشه؟ انقدر بی توقع. هرچی میخواستم فراهم بود. از بهترین رستورانا تا کوچیکترین هدیه ها. یه بار توی جاده خلوت کویری ماشینمون پنچر شد. شهروز با چه حوصله‌ای زیر آفتاب داغ جک زد و لاستیکو عوض کرد. منم کنارش ایستاده بودم و با باد بزن بادش میزدم. وقتی کارش تموم شد، با دستای سیاه گریسی یه تیکه شکلات عجیبش در آورد و گذاشت دهنم. گفت اینم جایزه بهترین کمک راننده دنیا. اون لحظه حس کردم واقعا خوشبختم. حس می‌کردم نصرت یه خاطره خیلی دور شده است که دیگه دردی برام نداره. برگشتیم تهران. رابطمون دیگه شده بود یه بخش جدا نشدنی از زندگیم. هر روز صبح با هم صبحونه می‌خوردیم. یواشکی توی ماشین یا کافه‌های دنج. شبا هم تا دیر وقت چت می‌کردیم.
شهروز میگفت باید کم کم با مادرم حرف بزنم. باید تو رو بهشون معرفی کنم. البته شیرین یکم تنده ولی من راضیش میکنم. منم همش تو رویا بودم. فکر میکردم قراره بریم توی خونه قشنگ زندگی کنیم. تا اینکه اون جمعه رسید. شهروز زنگ زد و گفت سیما امروز میخوام ببرمت یه رستوران خیلی خاص توی قشم. میخوام یه حرف جدی بهت بزنم. من فکر کردم میخواد پیشنهاد ازدواج بده. بهترین لباسمو پوشیدم. اون شال پولکی قشمو سر کردم و با کلی ذوق و شوق سوار ماشین شدم. شهروز یکم تو خودش بود ولی من فکر کردم لابد استرس داره برای اون حرف جدی. نشستیم توی رستوران، یه جای شیک که صدای رودخونه می اومد و تخته چوبی داشت. سفارش کباب دادیم. شهروز دستمو گرفت و داشت میگفت سیما میدونی که من چقدر که یه سایه افتاد روی تختمون. سرمو بلند کردم. یه زن جوون با چشمای غضبناک و صورتی که از عصبانیت سرخ شده بود. ایستاده بود بالای سرمون. شهروز تا دیدش دست منو ول کرد و مثل کسی که برق بهش وصل کرده باشن از جا پرید. تا حالا شده وسط یه رویای شیرین درست وقتی که فکر میکنی همه چی رو به راهه یکی یهو با یه پارچ آب یخ بیدارت کنه؟ اون لحظه توی رستوران دقیقاً همین حسو داشتم. شهروز که تا چند لحظه پیش داشت با اون چشمای مهربونش بهم نگاه میکرد و از آینده میگفت یهو رنگش شد مثل گچ دیوار. دستش که توی دستم بود لرزید و سری کشید عقب. من با تعجب سرمو بلند کردم. یه دختر جوون، شاید 27-8 ساله، با یه مانتو کتی مشکی و خیلی شیک، بالای سرمون ایستاده بود. آرایش غلیظی داشت ولی چشماش پر از نفرت بود. دختره بدون اینکه حتی نگاهی به من بندازه، زل زد به شهروز و با یه صدای بلند که کل رستورانو گرفت گفت که کار طول میکشه هان؟ که جلسه داری؟ جلسه اینجاست شهروز؟ با این زن؟ تمام مشتریای رستوران از اونایی که داشتن جوجه می‌خوردن تا گارسونی که سینی به دست بود همه برگشتن سمت ما. من بیچاره با اون شال پولکی قشم که حالا حس می‌کردم چقدر مضحک و جلف به نظر میاد خشکم زده بود. شهروز با تپ تپ گفت شیرین تو اینجا چی کار می‌کنی؟ بذار توضیح بدم. شیرین پوزخندی زد که بند دلمو پاره کرد. اومد جلوتر. جوری که لبه مانتوش خورد به میز و لیوان دوغ من نزدیک بود چپ بشه. داد زد چی رو توضیح بدی؟ این که آبروی خانواده رو حراج کردی؟ مامان تو خونه نشسته منتظره که تو بیای بریم خونه مریم. اون وقت تو اینجا داری با این خانم خوشگذرونی میکنی؟ خجالت نمیکشی شهروز؟ بعد شیرین برگشت سمت من. نگاهش جوری بود که انگار داره به یه موجود کثیف نگاه میکنه. از بالا تا پایینم و برانداز کرد و گفت خانوم شما نمیدونی این آقا کیه؟ نمیدونی که قرار مدارشو با یکی دیگه گذاشته؟ یا شایدم میدونی خودتو زدی به اون راه؟ من خواستم حرف بزنم. خواستم بگم ما همدیگه رو دوست داریم. خواستم بگم شهروز بهم قول داده. ولی زبونم قفل شده بود. فقط بغض بود که داشت گلومو میترکوند. شهروز بلند شد. فکر میکنی چی کار کرد؟ فکر میکنی از من دفاع کرد؟ نه. مثل یه بچه مدرسه‌ای که مچشو موقع شیطنت گرفته باشن سرشو انداخت پایین. شیرین ولکن نبود. دست شهروزو محکم گرفت و کشید. گفت پاشو. همین الان پاشو بریم. مگه من برات نرفتم خواستگاری دوستم؟ مریم دختر به این خوبی با کمالات هم سطح خودمون. چرا داری با آبرومون بازی میکنی؟ به خاطر کی؟ شهروز حتی بر نگشت به من نگاه کنه. فقط زیر لب گفت سیما من بعداً بهت زنگ میزنم. شیرین با تمسخر گفت زنگ میزنی؟ عمرن اگه دیگه بذارم ریخت این زنو ببینی. و بعد جلوی چشم اون همه آدم دست برادرشو گرفت و برد. شهروزم مثل یه آدم بی اراده دنبالش راه افتاد. صدای برخورد پاشنه کفشای شیرین روی سنگ فرش رستوران مثل پتک تو سرم میخورد. من موندم و یه میز پر از غذا که دیگه بوی کبابش حالمو به هم میزد. گارسون اومد جلو، با دلسوزی نگام کرد و گفت خانوم چیزی احتیاج ندارید؟ من فقط تونستم سرمو به علامت نه تکون بدم. باورت نمیشه حس میکردم تمام اون پولکای رو شالم دارن بهم میخندن. تمام اون سفرهای شمال و کویر، تمام اون مروارید من گفتنهای شهروز، همش مثل یه فیلم سیاه و سفید از جلوی چشمم رد شد. کیفمو برداشتم و از رستوران زدم بیرون. پاهام میلرزید. ایستادم کنار جاده که ماشین بگیرم برگردم تهران. اشکام بی اختیار میریخت روی صورتم.
با خودم میگفتم سیما، تو چقدر ساده‌ای. تو فکر کردی واقعا یه پسر مجرد خوشتیپ میاد عاشق یه زن بیوه میشه؟ یاد نصرت افتادم. یاد اون آرامش بیروحی که توی خونه داشتم. حداقل نصرت هیچ وقت تحقیرم نکرده بود. حداقل جلوی غریبه‌ها تنهام نذاشته بود. رسیدم خونه‌ای که حالا بوی تنهایی بدتری میداد. سری گوشیمو درآوردم که به شهروز زنگ بزنم. میخواستم داد بزنم. میخواستم بپرسم مریم کیه؟ خواستگاری یعنی چی؟ ولی وقتی اسمشو توی مخاطبین پیدا کردم و زدم روی تماس، یه صدای سرد و ماشینی توی گوشم پیچید. مشترک مورد نظر در حال حاضر قادر به پاسخگویی نمی باشد. دوباره گرفتم. دوباره. تا آخر شب شاید 100 بار زنگ زدم، پیام دادم. شهروز تو رو خدا جواب بده. اون حرفا چی بود؟ خواهرت چی میگفت؟ ولی حتی تیک دومم نخورد. فهمیدم که اینترنتش هم قطع کرده. ساعت نزدیک 3 صبح بود که یهو دیدم عکس پروفایلش غیب شد. تپش قلبم تند شد. رفتم پیام بدم که دیدم بلاکم کرده. اون لحظه حس کردم یه سطل خاکستر ریختن رو سرم. من بلاک شده بودم. به همین سادگی. منی که تمام زندگیمو توی این چند ماه ریخته بودم پای این آدم، حالا حتی لایق یه توضیح خشک و خالیم نبودم. نشستم گوشه اتاق. همون جایی که نصرت همیشه میشست و رادیو گوش میداد. و تا صبح به دیوار زل زدم. فکر میکردم این یه کابوسه و فردا صبح شهروز با یه سبد گل میاد دم در و میگه همش نقشه بوده. ولی زهی خیال باطل. سکوت خونه بعد از اون شب یه جور دیگه ای بود. انگار حتی دیوارای خونه‌ام داشتن با ترحم نگاه میکردن. اولین صبحی که بعد از اون ماجرای رستوران بیدار شدم، حس کردم یه وزنه 100 کیلویی روی سینمه. طبق عادت این چند ماه اولین کارم این بود که دستمو دراز کنم سمت پاتختی و گوشیو بردارم. ته دلم یه روزنه کوچیک امید بود که شاید دیشب مست بوده یا خواهرش گوشیشو گرفته بوده و حالا یه پیام طولانی عذرخواهی فرستاده. ولی هیچی نبود. نه پیامی، نه زنگی، نه حتی اون عکس پروفایلی که تو شهروز با عینک دودی کنار دریا ایستاده بود. فقط یه فضای خالی سفید که روش نوشته بود بلاک. اون روز من حتی از تخت خوابم نیومدم بیرون. زل زده بودم به سقف و به صدای تیک تاک ساعت دیواری گوش میدادم. هر بار که یه ماشین از توی کوچه رد میشد و صداش شبیه به پژو شهروز بود، قلبم میریخت. بودو میرفتم پشت پنجره، پرده رو یکم میزدم کنار. ولی جز یه نیسان میوه فروش یا ماشین همسایه کسی نبود. با خودم میگفتم آخه مگه میشه؟ اون همه خاطره، اون همه حرف قشنگ، همش الکی بود. یعنی یه خواهر اینقدر قدرت داره که برادرشو مثل یه برده دنبال خودش بکشه؟ تا سر ظهر هیچی نخوردم. حتی حال نداشتم کتری رو بذارم رو اجاق. خونه بوی نان میداد. رفتم سراغ اون شال پولکی که دیشب با 1000 تا قصه انداخته بودمش گوشه مبل. برداشتمش و بو کردم. هنوز بوی اتکلن تند شهروزو میداد. همونجا نشستم روی فرش و زار زار گریه کردم. من برای نصرت اینطوری گریه نکرده بودم. برای نصرت قصه خوردم. ولی این سوزش قلب فرق داشت. این حس دور انداخته شدن بود. انگار یه دستمال کاغذی بودم که بعد از استفاده مچالم کردن و انداختنم تو سطل آشغال رستوران قشم. کم کم روزا گذشت. ولی هر روزش مثل 1 سال بود. منی که صبح با ذوق میرفتم نونوایی و با همسایه‌ها چاق سلامتی میکردم، حالا چادرمو میکشیدم روی صورتم که کسی چشمای پف کردم و نبینه. میترسیدم خانم مرادی، همسایه دیوار به دیوارمون، بپرسه سیما خانم، دیگه اون آقایی که میومد دنبال تو نمیبینم. خیر باشه. چی داشتم بگم خواهرش دستشو گرفت و بردش که با مریم ازدواج کنه؟ توی اون روزا مدام با خودم کلنجار میرفتم. یه بار میگفتم حتما شهروز الانم داره قصه میخوره. حتما گوشیشو دزدیدن. یه بار دیگه میگفتم نه بابا، اون اگه مرد بود همونجا جلوی خواهرش میایستاد. بدترین قسمتش این بود که من هیچ آدرسی ازش نداشتم. فقط میدونستم خونهشون سمت پیروزیه. ولی کدوم کوچه؟ کدوم پلاک؟ اصلاً اسم فامیلش چی بود؟ شهروز چی؟ تازه فهمیدم چقدر احمق بودم که بدون اینکه حتی فامیلی طرفو بدونم باهاش تا اون سر دنیا رفته بودم. یه هفته بعد نشستم تمام یادگاریاشو جمع کردم. اون شاخه گل رز خشکی که از اولین قرارمون مونده بود. اون صدفایی که از ساحل قشم برداشته بودیم. حتی اون کرم ضد آفتابی که خودش برام خریده بود.
همشون رو ریختم توی کیسه مشکی بزرگ. خواستم بندازمشون سطل آشغال سر کوچه، ولی دلم نیومد. گذاشتمش ته کمد، زیر رخت خوابا. انگار میخواستم یه بخشی از وجودم رو همونجا دفن کنم. 1 ماه گذشت. اشتهام باز شده بود، ولی دیگه اون سیمای قبل نبودم. دوباره چادر مشکیمو سر کردم و رفتم بازار که برای خونه خرید کنم. زندگیم شده بود مثل قبل از آشنایی با شهروز، ولی با این تفاوت که حالا یه زخم عمیق رو دلم بود که با هر بار شنیدن صدای آهنگ لایت یا بوی اتکلون مردونه تیر میکشید. سعی کردم فراموشش کنم. گفتم سیما، قسمت نبود، لابد مصلحتی توش بوده. ولی آدم تا وقتی جواب سوالاتشو نگیره آروم نمیشه. همشون تصویر آخر تو ذهنم بود. شهروز که سرش انداخت پایین و رفت. چند وقتی گذشت و من کم کم داشتم با تنهاییم کنار می اومدم. دیگه کمتر گوشی رو چک می کردم. دیگه شبا خواب شمال کویر رو نمی دیدم. تا اینکه یه روز اواخر دیما که هوا بدجوری سرد بود و استخون آدمو می سوزوند، مجبور شدم برای خرید یه تیکه پارچه برم سمت بازار بزرگ. نزدیک ایستگاه تاکسی شلوغ بود. همه می‌خواستن زودتر سوار بشن و از سرما فرار کنن. منم ایستاده بودم و منتظر یه ماشین خطی بودم که برم سمت خونه. یه تاکسی زرد اومد جلو، ترمز زد. راننده داد زد: جیهون، جیهون، 2 نفر. من سریع رفتم سمت ماشین. در جلو رو باز کردم و نشستم. هنوز سرمو بلند نکرده بودم که به راننده بگم ممنون که یه بوی آشنا پیچید توی مشامم. همون بوی خوشبو کننده توت فرنگی پژو 405 نقره‌ای. با ترس و لرز سرمو چرخوندم سمت چپ. نفسم بند اومد. راننده با همون کاپشن چرمی که براش خریده بودم نشسته بود پشت فرمون. خودش بود، شهروز، ولی این بار پشت فرمون یه تاکسی زرد قراضه. اونم همزمان سرشو چرخوند. چشم تو چشم شدیم. اگه یه سطل آبجوش میریختن روی سرم انقدر شوکه نمیشدم. شهروزم مثل من خشکش زد. دستش روی دنده لرزید. چند لحظه سکوت سنگینی بینمون حاکم شد که صدای بوق ماشینای پشتی هم نتونست بشکندش. انگار تمام اون خاطرات، تمام اون دردی که توی این مدت کشیده بودم، توی یه ثانیه از جلوی چشمم رد شد. بالاخره زبونم باز شد و با صدایی که از ته چاه می اومد گفتم: شهروز، تویی؟ انگار زمان تو همون نقطه متوقف شد. صدای بوق ممتد ماشینای پشت سر مثل یه بوته داشت مغزمو سوراخ می‌کرد. ولی من و شهروز جوری به هم زل زده بودیم که انگار تو این دنیا هیچ کس دیگه‌ای وجود نداره. باورت نمیشه اون شهروز شیک پوش اتو کشیده که همیشه بوی اتکلون گرون قیمت میداد، حالا یه تحریش نامرتب داشت و پلکای چشمش از خستگی افتاده بود. دستاش که روی فرمون بود دیگه اون ساعت مچی براقو نداشت. یهو صدای یه مرد از صندلی عقب بلند شد: آقا را نمیافتی؟ اگه منتظر کسی هستی ما پیاده شیم. یخ کردیم تو این سرما. شهروز به خودش اومد. دستش رو لرزون برد سمت دنده و با صدایی که به زور شنیده میشد گفت: ببخشید، الان را میافتم. ماشین انداخت توی لاین حرکت. من هنوز همونطور خشکم زده بود. به جای اینکه مثل همیشه کمربند رو ببندم و کیفمو بذارم روی پام، فقط زل زده بودم به نیمرخ شهروز. گفتم: خیلی نامردی شهروز، خیلی. منو بلاک کردی و غیب شدی. همینطوری؟ بدون یک کلمه حرف. شهروز با همون صدای لرزون بدون اینکه به من نگاه کنه گفت: سیما، تو رو خدا الان نه. مسافر پشته. بذار برسیم یه جای خلوت برات میگم چی شد. باور کن منم روزای خوبی نداشتم. پوزخندی زدم که خودمم از تلخیش لرزیدم. گفتم: روزای خوبی نداشتی؟ تو با خواهرت رفتی. دستتو گرفت و برد که برات زن بگیره. اون وقت من داشتم تو اون رستوران خراب شده آب می شدم. میدونی چند شب تا صبح نخوابیدم؟ توی ماشین سکوت شد. فقط صدای برف پاک‌کنه قدیمی تاکسی بود که با یه جیرجیر روی مخ شیشه نیمه خیس رو تمیز می کرد. بوی سیگار بهمن کهنه‌ای که از لای صندلی‌ها می اومد حالمو بد می کرد. این همون شهروزی بود که می گفت بوی سیگار سردردش میاره. چقدر همه چی عوض شده بود. اون پژو 405 نقره‌ای که باهاش شمال کویر می رفتیم چی شده بود؟ این ماشین قراضه دیگه چی بود؟ مسافر پشت سری پیاده شد، یکی دیگه سوار شد. من انگار توی خلسه بودم. شهروز با یه دستمال یزدی چرک بخار شیشه رو پاک کرد. بالاخره طاقت نیاوردم و گفتم: اون 405 چی شد شهروز؟
اون همه ادعا و زمین کلاردش و دفتر مهندسی کجا رفت؟ نکنه اونا هم همش بازی بود. شهروز سرشو تکون داد و گفت سیما، من هیچ وقت نخواستم بهت دروغ بگم، ولی تحت فشار بودم. شیرین همه چیو به هم ریخت. رسیدیم نزدیکیای جیهون، همون جایی که همیشه با ذوق ازش پیاده می شدم که برم خونه و براش پیام بدم رسیدی خبر بده. شهروز ماشینو زد کنار. زیر یه پل آبر پیاده که خلوت‌تر بود برگشت سمت من. چشماش سرخ بود. دلم سوخت، ولی بعد سری به خودم تشر زدم که سیما بازخر نشیا. این همون آدمیه که بلاکت کرد. شهروز شروع کرد به حرف زدن. اون روز که شیرین ما رو دید رفت به مامانم گفت. قوقایی به پا شد که نپرس. شیرین گفت اگه دست از این زن یعنی تو بر نداری، میرم به تمام فامیل میگم که داداشم با یه زن بیوه سر و سری داره و آبرو تو میبرم. میدونی که خانواده ما چقدر روی این چیزا حساسن. مامانم قلبش گرفت. کارش به بیمارستان کشید. شیرین بهم گفت فقط در صورتی میبخشمت که با مریم دختر دوستش ازدواج کنی. نفسم حبس شد. با صدایی که میلرزید گفتم خب تو هم قبول کردی؟ به همین راحتی؟ شهروز سرش انداخت پایین و با انگشتاش بازی کرد. گفت مجبور بودم سیما. تحت فشار بودم. ماشینمو فروختم که خرج دوا درمون مامانمو بدم و یه مقدارشم شیرین ازم گرفت که دهنشو ببنده. مجبور شدم بیام با این تاکسی قرضی کار کنم که بتونم خرج زندگی جدیدمو بدم. گفتم زندگی جدید؟ یعنی الان ازدواج کردی؟ شهروز با یه بغض فرو خورده سرشو تکون داد و گفت آره 2 ماهه. ولی سیما باورت میشه هر بار که این ماشین رو روشن میکنم یاد اون روزی میافتم که تو رو سوار کردم؟ یاد دارالسلام، یاد اون جاده های شمال. من هیچ وقت مریم رو دوست نداشتم و ندارم، ولی شیرین زندگیمو مدیریت میکنه. من فقط یه بازندم سیما، یه نامرد بازنده. حس کردم یه کوه یخ توی دلم آب شد، ولی نه از اون آب شدنای قشنگ. یه جوری که انگار تازه فهمیدم تمام اون مدت من عاشق یه سایه بودم. یه مردی که حتی اختیار زندگی خودشو نداشت. بهش نگاه کردم، به اون کاپشن چرمی که یادگاری من بود و حالا کهنه به نظر می رسید. گفتم شهروز تو نه تنها نامردی بلکه خیلی هم ضعیفی. من به خاطر تو از تمام حرمتهای زندگیم گذشتم. اون وقت تو به خاطر حرف خواهرت منو مثل یه آشغال دور انداختی. شهروز خواست دستمو بگیره مثل قدیما، ولی من دستمو کشیدم عقب. گفتم دیگه به من دست نزن. تو الان زن داری. برو سراغ همون مریمی که خواهرت برات انتخاب کرده. من همون روزی که بلاکم کردی مردم. الانم فقط اومدم که اینا رو بهت بگم و برم. شهروز با التماس گفت سیما تو رو خدا بذار حداقل گاهی ببینمت. من بدون تو دارم خفه میشم توی اون خونه. اون لحظه که شهروز با وقاحت تمام برگشت و به من گفت بیا پنهانی همدیگر رو ببینیم، انگار یه سیلی محکم خورد توی صورتم. باورم نمیشد این همون مردیه که توی کویر مرنجاب دستمو میگرفت و میگفت تو مروارید منی. زل زدم به حلقه نقره‌ای براقی که توی انگشت 4 دست چپش بود. همون دستی که یه روزی باهاش برای من گل میخرید. حالا شده بود سند تعلقش به یه زن دیگه به اسم مریم. بوی نم صندلیه قدیمی تاکسی و صدای فشفش بخاری نیمبند ماشین داشت خفم میکرد. شهروز با یه لحن حق به جانبی ادامه داد سیما باور کن مریم دختر بدی نیست، ولی اصلاً شبیه تو نیست. اون فقط انتخاب شیرینه. من هنوزم وقتی شبا میخوام بخوابم عکس‌ها و فیلمای سفر قشممون رو نگاه میکنم. شیرین اگه بفهمه من با تو حرف زدم باز بساط درست میکنه. ولی خب ما که میتونیم یواشکی. حرفشو قطع کردم. حس میکردم یه چیزی توی گلوم سنگینی میکنه که نه بالا میاد و نه پایین میره. با صدای دورگه و لرزون گفتم خفه شو شهروز، فقط خفه شو. تو چقدر میتونی پست باشی؟ تو به خاطر حرف خواهرت، به خاطر اینکه مامانت قلبش نگیره، منو مثل یه تیکه گوشت قربونی انداختی جلوی گرگا و رفتی. حالا که کارت تموم شده، حالا که مریم آوردی توی زندگیت، یادت افتاده که منو پنهانی ببینی؟ که چی بشه؟ که باز وقتی شیرین اخم کرد منو بلاک کنی؟ شهروز با کلافگی دست کشید لای موهاش. دیدم که زیر چشماش گود افتاده و اون غرور همیشگی شکسته. گفت سیما تو نمیفهمی. شیرین خیلی کله شقه.
اون روز توی رستوران اگه نیامده بودم میرفت سراغ خانواده نصرت. میگفت داداش تو با این زن دیدم. میخواست آبرو تو کل جیهون ببره. من فقط خواستم مراقب تو باشم. خندیدم. از اون خنده هایی که آدم وقتی به ته خط میرسه بی اختیار سر میده. گفتم مراقب من؟ تو مراقب خودت و اون ماشین 405 نقره‌ایت بودی که از دستت نره، که البته اونم رفت. تو مراقب اون وجهه دروغینت بودی که برای خودت ساخته بودی. آره شهروز، شیرین تهدیدت کرد و تو مثل یه ترسو جا زدی. تو حتی جرأت نداشتی بیای به من بگی سیما من نمیتونم جلوی خانواده‌ام وایسم. فقط بلاک کردی. میدونی بلاک کردن یعنی چی؟ یعنی تو برای من حتی ارزش یه خدافظی هم نداشتی. اونجا بود که فهمیدم این آدم هنوزم داره به خودش و به اون زن بیچاره مریم دروغ میگه. تصمیممو گرفتم. باید این قائله رو برای همیشه ختم میکردم. اما قبل از اینکه پیاده بشم یه چیزی شنیدم که باعث شد تمام وجودم بلرزه. اون لحظه یه نگاهی به بیرون انداختم. آدما با پالتوهای بلند از روی برف و گل میگذشتن. زندگی جریان داشت ولی زندگی من انگار تو اون تاکسی زرد قفل شده بود. شهروز دوباره سعی کرد مظلوم نمایی کنه. گفت سیما من ماشینمو فروختم. همه چیمو دادم که دهن شیرین بسته بمونه. الان با این تاکسی سگدو میزنم که بتونم قسطای مبل و سرویس خواب مرگمو بدم. تو فکر میکنی من خوشبختم؟ من هر روز دارم میمیرم. بهش گفتم خوب کردی که فروختی. آدم بی وجود همون بهتر که با تاکسی قراضه کار کنه. تو لیاقت اون زندگی شیکو نداشتی. لیاقت مریم هم نداری. چون حتی به اونم داری خیانت میکنی وقتی به من پیشنهاد دوستی پنهان میدی. دستمو بردم سمت دستگیره در. حس میکردم اگه یه ثانیه دیگه تو اون ماشین بمونم تمام خاطرات قشنگی که از شمال و کویر داشتم بوی گم میگیرن. شهروز داد زد سیما نرو، بذار حرف بزنیم. من برات جبران میکنم، قول میدم. برگشتم و برای آخرین بار نگاش کردم به اون چشمایی که یه روزی فکر میکردم صادق ترین چشمای دنیاست. گفتم جبران؟ تو چی رو میخوای جبران کنی؟ اون شبایی که با قرص خواب بیدار میموندم و یا اون تحقیری که خواهر توی رستوران نصیبم کرد؟ برو شهروز، برو با همون مریم و شیری خوش باش. تو برای من مردی. همون روزی که عکس پروفایلت غیب شد من برات فاتحه خوندم. دستم میلرزید ولی دلم محکم بود. کرایه‌مو در آوردم. یه تراول 50 تومانی انداختم روی داشبورد. شهروز گفت این چیه؟ دیوونه شدی؟ گفتم این پول همون مسیریه که اومدم. من دیگه به هیچ مردی بدهکار نمیمونم. نه پول، نه عاطفه. درو باز کردم. سوز سرما خورد توی صورتم و انگار یهو از اون خلسه چند ماهه پریدم بیرون. پیاده شدم و بدون اینکه پشت سرمو نگاه کنم راه افتادم سمت پیاده را. صدای بوق ماشینشو میشنیدم که داشت صدام میکرد. ولی من قدمامو تندتر کردم. حس میکردم یه بار سنگین از روی شونه ها افتاده. حالا دیگه همه چی رو میدونستم. دیگه نه سوالی داشتم و نه ابهامی. حقیقت شهروز همون تاکسی زرد قراضه و اون ترس همیشگی از خواهرش بود. رسیدم سر خیابون خودمون. ایستادم جلوی مغازه آقا جلال میوه فروش. گفت سلام سیما خانوم، نبودی چند وقت؟ خیر باشه. لبخند زدم. یه لبخند واقعی. گفتم سلام آقا جلال. رفته بودم یه سفر طولانی ولی الان برگشتم. دیگه برای همیشه برگشتم. اون شب وقتی رسیدم خونه اولین کاری که کردم اون کیسه یادگاری‌ها رو از ته کمد درآوردم و بردم گذاشتم دم در کنار سطل آشغال. اما قصه اینجا تموم نمیشه. باید برات بگم چطوری خودمو پیدا کردم و اون تصمیم قطعی رو گرفتم که دیگه اجازه ندم هیچ مردی وارد حریم تنهاییم بشه. وقتی از اون تاکسی زرد لعنتی پیاده شدم انگار یه بار 1000 تنی از روی سینم برداشته شد. سوز سرمای دیماه میخورد توی صورتم ولی برای من مثل نسیم بهاری بود. راه افتادم سمت خونه. پاهام روی زمین خیس خیابون جیهون محکم‌تر از همیشه قدم برمی‌داشت. دیگه اون سیمای لرزون و سرگردون چند ماه پیش نبودم. از کنار نونوایی رد شدم. بوی نون سنگک داغ پیچیده بود توی هوا. ایستادم. یه دونه نون درو خشخاشی خریدم و گرفتم زیر بغلم. گرمای نون از توی پیرهنم نفوذ می‌کرد به تنم و حس خوبی بهم میداد. رسیدم خونه. کلیدو انداختم و وارد شدم. خونه ساکت بود ولی این بار این سکوت آزارم نمیداد. دیگه بوی تنهایی نمیداد. بوی امنیت میداد.
چادرم آویزون کردم به چوب لباسی پشت در. رفتم سراغ آشپزخونه. کتریو پر از آب کردم و گذاشتم روی اجاق. شعله آبی زیر کتریو نگاه کردم و با خودم گفتم سیما، دیدی تموم شد؟ نشستم پشت میز کوچیک ناهارخوری. با انگشتای دستم نگاه کردم. دیگه لاکی روی ناخونام نبود، ولی حس می‌کردم دستام پاکتر و واقعی‌تر از اون روزاییه که با شهروز می‌رفتیم پاساژگردی. یاد حرفای شهروز افتادم. بیا پنهانی همدیگر رو ببینیم. چقدر یادم میتونه حقیر بشه. اون مردی که فکر می‌کردم قهرمان زندگی منه، حالا شده بود یه موجود ترسو که حتی جرأت نداشت پای اشتباهاش وایسه. فهمیدم که تمام اون سفرهای شمال و جنوب فقط یه فرار کوتاه مدت بود از واقعیت تلخ زندگی خودش. کتری سود کشید. چای دم کردم. یه استکان کمرباریک برای خودم ریختم و با یه تیکه از همون نون گرم و پنیر لیقوان شروع کردم به خوردن. باورت نمیشه اون ساده ترین لقمه عمرم چقدر بهم چسبید. بیشتر از تمام اون کبابای شیش لیگ هتلای قشم. چون این لقمه بوی خودمو میداد، بوی استقلال. فردا صبحش دوباره شال و کلاه کردم. ولی این بار نه برای خرید و نه برای دیدن کسی. رفتم دارالسلام، همون جایی که همه چی شروع شده بود. نشستم سر خاک نصرت. این بار گریه نکردم. با دستم خاکایی روی سنگو کنار زدم. به عکس نصرت نگاه کردم و گفتم نصرت، منو ببخش. من یه مدتی خودمو گم کرده بودم. دنبال یه چیزی میگشتم که توی وجود خودم بود و من میخواستم از بقیه گداییش کنم. شهروز یه امتحان بود که بفهمم چقدر میتونم ضعیف باشم و چقدر باید قوی باشم. توی راه برگشت گوشی رو از توی کیفم در آوردم. تمام عکسایی که از اون دوران داشتم، تمام چتا، حتی اون شماره‌ای که حالا دیگه بلاک بود و برای همیشه پاک کردم. پاک کردن اون فایل انگار پاک کردن یه لکه سیاه از روی لباسم بود. حس سبکی می‌کردم. اون روز وقتی برگشتم بازار برای خرید وسیله‌های خونه، باز همون تاکسی زرد رو دیدم. باز همون آدمایی که با عجله سوار پیاده می‌شدن. ولی دیگه چشمم دنبال 405 نقره‌ای یا یه راننده‌ای خاص نبود. من تصمیممو گرفته بودم. دور دوستی با این و اون رو یه خط قرمز پررنگ کشیدم. فهمیدم که تنهایی ترسناک نیست. چیزی که ترسناکه بودن با آدمیه که تو رو برای پر کردن حفره‌های زندگی خودش میخواد، نه برای خودت. زندگی من دوباره جریان داره. صبح زود بیدار میشم، خونه رو مرتب میکنم، به گلدونای حسن یوسفم میرسم و عصرها برای خودم یه کتاب میخونم. یا با خانم مرادی همسایه‌مون 2 استکان چای میخوریم و از قیمت پیاز و سیب زمینی حرف میزنیم. زندگی ساده، روزمره و واقعی، بدون دروغ، بدون مخفی کاری و بدون ترس از اینکه یهو یکی پیدا بشه و بگه اینجا چی کار میکنی. اون روز توی تاکسی وقتی به شهروز گفتم بزن کنار من پیاده میشم، فقط از ماشین اون پیاده نشدم. من از یه سبک زندگی غلط پیاده شدم. از اون روز به بعد یاد گرفتم که خودم راننده زندگی خودم باشم. شاید ماشینم لوکس نباشه، شاید مسیرم پیاده رویای شلوغ جیهون باشه، ولی حداقل میدونم کجام و به کجا میرم. قصه من اینجا تموم نمیشه، ساده، واقعی و بیکلک. یاد گرفتم که عشق اگه با احترام و شهامت همراه نباشه فقط یه توهمه که زود رنگ میبازه. حالا من میمونم و این آرامشی که به هیچ قیمتی با سفرهای طلایی شمال عوضش نمیکنم.